اگه الان روی میزتون یه لیستی از 100 تا کلمه انگلیسی بذارم و بگم بهتون که تا فردا حفظش کنید، به نظرتون چند تا از اونا رو یادتون میمونه؟ 20 تا، 10 تا، یا شاید هم حتی کمتر؟ اگه بهتون بگم یه روش وجود داره که به جای حفظ کردن یه شبکه‌ای از کلمات درست کنی که من بهش میگم شبکه عنکبوتی و هر کلمه رو مثل پازل تو جای درستش قرار بدی، چی؟ تو این ویدیو قراره بهتون یه روش کاملا متفاوت رو آموزش بدم به نام شبکه عنکبوتی کلمات که میتونه حفظ و یادآوری لغات رو برای شما دگرگون کنه. ببینید، بیشتر ماها یه اشتباه بزرگی که میکنیم موقعی که زبان یاد میگیریم کلمات رو جدا از هم یاد میگیریم. مثلا میگیم واژه گیم میشه بازی و همینجا یادگیریمون متوقف میشه. ولی حقیقت اینه که گیم فقط به معنی بازی نیست. playing game یعنی بازی کردن، hunting game یعنی شکار کردن، یا are you game یعنی آماده‌ای. میبینید پس ما از اول این مسیر رو اشتباه رفتیم. حالا بذارین راه حل رو بهتون نشون بدم. شبکه عنکبوتی کلمات یعنی چی؟ فرض کنید که مغز شما مثل یک شبکه عنکبوتیه که پر از تارهای به هم وصل و متصله و هر کلمه‌ای که شما یاد میگیرید میاد دقیقاً در یکی از این نقاط میشینه و با بقیه کلمات متصل میشه. مثلا کلمه heart attack یعنی حمله قلبی، یا having a heart یعنی رحم کردن. میبینید یک کلمه میتونه 10 ها ارتباط توی این شبکه داشته باشه. در ادامه میخوام 7 تا ابزار و تکنیک بهت یاد بدم که این شبکه عنکبوتی کلمات رو بسازی. ابزار اول و تکنیک اول یادگیری در باف. تنها ابزاری که اینجا داری یعنی این که کلمه رو تنها یاد نگیری و بتونی اون رو در بافت یا جمله بیاری و اون رو حفظ کنی. ببین چرا این روش مهمه؟ چون مغز ما قصه ها رو خیلی راحت تر میپذیره و بهتر یادش میمونه تا یه لیست از کلمات رو. پس سعی کن باش جمله بسازی اون کلمه رو و سعی کن جمله هایی بسازی که خنده‌دار باشه، یه حسی رو در تو برانگیخته کنه که مغزت راحت تر اونا رو یادآوری میکنه. پس نکته طلایی، هر وقت یک کلمه جدیدی رو یاد گرفتید اونو ببرید داخل جمله و باهاش یک جمله بسازید. خب ابزار شماره 2 ترکیب خواندن و نوشتن، یعنی همزمان هم بشنوی هم بخونی. خب چرا همزمان این کار رو انجام بدین؟ چون اگه فقط اون رو بشنوید ممکنه که کلمه رو نشناسید، یا اگه فقط بخونیدش خب تلفظش رو یاد نمیگیرید. خب برای استفاده از این ابزار چند تا منبع پیشنهادی بهتون میخوام بگم: پادکست های صوتی با متن، فیلم و سریال های بازی‌نویس و کتاب های صوتی میتونه خیلی بهتون تو این تکنیک کمک کنه. من تجربه شخصیم با این روش این بوده که تونستم تو 1 ماه 500 تا لغت کاربردی رو یاد بگیرم. تکنیک شماره 3 انتخاب هوشمندانه کلمات، یعنی 1/3 کلماتی که براتون مجهول و ناآشنا هستن رو انتخاب کنید. یعنی چی؟ یعنی یک متن رو که دارید میخونید که شامل 30 تا کلمه است که ناآشنا و مجهولن و جدیدن براتون، 10 تای اونها رو انتخاب کنید و 20 تای اونها رو نادید بگیرید. این 10 تایی که انتخاب میکنید کلماتی باشن که به درد شما میخورن، برای شما کاربرد دارن. چرا؟ چون مغزتون یاد گرفته چیزایی که براش مهمه رو یاد بگیره و تو حافظه بلند مدت ببره. تکنیک شماره 4 ایجاد ارتباط. یعنی چی؟ یعنی هر کلمه رو به دنیای خودش وصل کن. گفتیم یک مثال زدیم، یک کلمه رو انتخاب میکنیم و تمام کلماتی که مرتبطن باهاش رو و ارتباط دارن رو در کنارش یاد میگیریم. ممکنه مترادف ها باشه، متضاد ها باشه، کلمات هم خانواده باشه، کلمات هم ریشه باشه، اصطلاحاتی باشه که با وسیله اون کلمه ساخته میشه. دقیقاً مثال زدیم اول ویدیو. این کار باعث میشه شما یک لغت رو که یاد میگیرید 10 ها ارتباط رو هم باش بسازید و اونها رو هم به وسیله اون یاد بگیرید. تکنیک 5 تجزیه کلمات پیچیده است. تو این تکنیک شما میاد کلمات بزرگ رو خردش میکنید. حتی تو فارسی هم این مثال رو داریم، مثلا دانشگاه که از ترکیب دانش به علاوه گاه تشکیل شده. شما میتونید از این روش برای یادگیری کلمات طولانی‌تر و بزرگتر هم استفاده کنید. تکنیک شماره 6 تکرار متنبس. فرض کنید میخواد یه قلعه رو فتح کنید، خب بعد از جهات مختلف به اون حمله کنید. یعنی چی؟ با این استعاره میخواستم بهتون بگم که مثلا روز اول فقط گوش کنید و بشنوید، روز دوم گوش کنید فقط، روز سوم بخونید. این کار باعث میشه که از جهات مختلف بتونید اون لغت رو یاد بگیرید. تکنیک 7 سیستم ثبتن. کلمات مثل مگس میمونن، اگه اونا رو نگیرید سریع پر میزنن و میرن.
پس شما نیاز دارید به یک دفتر کوچیک، یک دفترچه یا یک اپلیکیشن موبایل که هر لغتی رو میخونید بتونید اون رو وارد کنید و ثبتش کنید. خب اگه میخواین راجع به یادگیری لغات با اپلیکیشن های موبایل براتون ویدیو بسازم، حتما بهم بگین که بیایم اون بهترین نرم افزارا رو براتون معرفی کنم. پس سعی کنید، یه نکته‌ای هم هست اینجا که اون کلمه‌ای که می‌خواید تو دفترتون بنویسین با جزئیات بنویسین، یعنی بگید مثلا در این تاریخ و در این مکان من این کلمه رو یاد گرفتم. اینجوری ذهنتون خیلی راحت‌تر اون رو یادآوری میکنه براتون. خب بیاین 7 تکنیک شبکه عنکبوتی کلمات رو با هم خلاصه و مرور کنیم. مورد اول بود یادگیری در بافت، مورد دوم ترکیب خواندن و نوشتن، مورد سوم انتخاب هوشمندانه، مورد چهارم ایجاد ارتباط، مورد پنجم تجزیه کلمات پیچیده بود، مورد ششم تکرار متنوع و مورد هفتم سیستم ثبت. خب میتونید به عنوان تمرین و چالش تو این هفته یک متن 200 کلمه‌ای انتخاب کنید و حالا مهم نیست چه زبانی و چه سطحی ازش هستین، در سطح خودتون و هر زبانی که دارید یاد میگیرید رو انتخاب کنید یک متن 200 کلمه‌ای و سعی کنید با این 7 تکنیک اون لغت‌ها رو یاد بگیرید. ببینید چقدر تفاوت ایجاد میشه. خب اگه این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم لایک کنید، بفرستید برای دوستتون که داره زبان دوم یاد میگیره و همچنین اگه سوالی داشتید داخل کامنت ها بنویسید و اگه دنبال یادگیری روش‌های نوین زبان هستی حتما کانال ما رو سابسکرایب کن.